سلام بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 3 اکتبر است و ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو می‌توانید تماشا کنید. سر از ماه آینده شرکت اورال ایرلاینز از ورانژ روسیه به شهرهای دوشنبه تاجیکستان و اوش قرقیزستان پرواز خواهد کرد. به اطلاع خبرگزاری‌های روسی، پروازها توسط هواپیماهای نوع ایرباس A320 صورت می‌گیرد. قیمت یک چیپته از ورانژ تا اوش 8700 روبل معین شده است و به گفته خدمات فرودگاه قیمت پرواز به شهر دوشنبه بعداً اعلان خواهد شد. در واقع گرانی نرخ بلیط در سالهای اخیر ساکنان تاجیکستان را وادار کرده است که از طریق قرقیزستان و ازبکستان خود را به دیگر کشورها رسانند. گروه دیگر به خصوص مهاجران سفر به اتوبوس را برتری می‌دهند. در این باره در برنامه امروز صحبت خواهیم کرد. بیش از 100 کودک آلوده به ویچ در یک سال. مقامات تاجیک میگویند کشف گرفتاران کودکان با بیماری ویچ تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه با یک سال پیش خیلی بیشتر شده است، اما آنچه باعث نگرانی است برخی کودکان پدر و مادر سالم دارند و از راه نامعلوم به این ویروس سرایت یافتند. حالا در تاجیکستان تشخیص و طبابت، مشورت و دارو و درمان برای این کودکان رایگان است. با آنها هر ماه برای طبابت حدود 400 سامانی کمک پولی داده می شود. اما مسئولین سازمان های کار با کودکان مبتلا به این بیماری می گویند باید در برابر این برنامه و اصول های ویژه براه مانده شود تا آنها را با بیماری خود و با زندگی دیگر تا جای از همسالان دیگرشان فرق دارند آماده سازند. بنابر آمار رسمی سال گذشته در تاجیکستان 1422 حالت نوی سرایت ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن آشکار کرده شده است. طور ما قبلا بینندگان عزیز خبر داده بودیم وکیل دفاعی زندانی تاجیک بزرگمهر یاروف با دیپلم جایزه واسلاف هاول قدردانی گردید. مراسم سپردن جایزه هاول روز 30 سپتامبر در مجمع پارلمانی اروپا در شهر استراسبورگ برگزار شد. جمشید یاروف برادر خردی بزرگمهر یاروف که در مراسم جایزه سپاری اشتراک کرد دیروز همراه با برندگان دیگر جایزه در شهر پراگ بود. او در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی درباره وضع بزرگمهر یاروف صحبت کرد. منتظر باشید، در برنامه اخبار آن را به شما نمایش خواهم داد. دسترسی را فوراً برقرار کنید. چنین طلب را سازمان حامی حقوق انسان امنستی اینترنشنال در نسبت روسیه پیش گذاشته است که سایت آژانسی فرغانه نیوز را در رویخط سامانه‌های ممنوع شامل کرده است. هنوز 1 اکتبر اداره روسکومنادزور دسترسی به سامانه خبرگزاری فرغانه را در حدود روسیه محدود کرد. دسترسی به سامانه مذکور برای نشر خبر و معلومات محدود شده است که پهن آن در حدود روسیه منع است. کارمندان آژانسی میگویند از روسکومنادزور هیچ هشدار درباره پایمال نمودن قانونها دسترس نکردند. در این باره در برنامه اخبار صحبت خواهیم کرد. و در آستانه تجلیل از عید آموزگاران که معمولا هر سال در هفته اول ماه اکتبر جشن گرفته می شود، همکاران ما در مثال یک آموزگار کوشش خواهند کرد که مشکلات و روحیه آنها را که به این کسب مشغولند بازگو نمایند. سالهای اخیر تعدادی از آموزگاران بنابر تنگ دستی پیشه خود را ترک نموده یا سوی مهاجرت رفتند یا به شغل دیگر پرداختند. حتی در برخی از منطقه های تاجیکستان با وعده امتیازهای فراگیر از جمله جدا کردن زمین برای بنیاد منزل آموزگاران جوان را تلاش کردند به کار در مکتب ها جلب نمایند، ولی ظاهرا چنین اقدام ها نیز نتیجه نظررس نداشته است. از طرف دیگر به گفته مصاحبی همکاران ما، سیمای منفی که از ابرز آموزگاران در این اواخر ساخته شده است بر روحیه آنها بی تاثیر نیست. بیننده ارجمند منتظر باشید، در این زمینه گزارش خواهیم داشت. و بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی دیگر روی داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.